آیدای من، سرنوشت حکم دیگری کرد و من و تو را بر سر راه یکدیگر قرار داد. یک بار دیگر و به طور قطع برای آخرین بار عشق به سراغ من آمد و این بار با چنان شور و حرارتی آمد که مرا ناچار کرد اعتراف کنم که پیش از این طعم عشق را نچشیده بودم. اما با این عشق در کمال وحشت می‌بینم که رنج‌های ناشناخته‌ای اندک اندک بر روح و قلبم چنگ می‌اندازد. آیدا، بگذار بی مقدمه این راز را با تو در میان بگذارم که من در عشق بیش از هر چیز دیگر، بیش از لذت‌ها، آتش و شور و حرارت آن را می‌خواهم. بیش از هر چیز شوق و شورش را می‌پسندم و بیش از هر چیز بی‌تابی‌ها و بیقراری‌هایش را طالبم. سکوت تو شعر را در روح من می‌خشکاند. شعر زندگی من است. حرف‌های تو مایه‌های اصلی این زندگی است و مایه‌های اصلی این زندگی میباید باشد. اگر به تو بگویم که آیدا، این همه اصرار که به تو میکنم تا به حرف بیایی در واقع تنها برای حرف زدن تو نیست، برای آن است که زندگی مرا به من برگردانی. مردی که با این همه شور و حرارت به تو عشق می‌ورزد محتاج حرفهای توست. اگر تو بخواهی همچنان به این سکوت ادامه دهی، نمیگویم تو را خواهم گذاشت و به دنبال کار خود خواهم رفت. نه، زیرا که جز کنار تو جایی ندارم، بلکه میخواهم بگویم که اگر این سکوت ادامه یابد، به زودی تنها جسد سرد و مرده ای را در آغوش خواهی گرفت که از زندگی تنها نشانه‌اش همان است که نفسی میکشد. میخواهم بگویم که سکوت تو پایان غم‌انگیز زندگی من است. حرف بزن آیدا، حرف بزن. من محتاج شنیدن حرفهای تو هستم. با من از عشقت، از قلبت، از آرزوهایت حرف بزن. اگر مرا دوست می‌داری، من نیازمند آنم که با زبان تو آن را بشنوم. هر روز، هر ساعت، هر دقیقه و هر لحظه می‌خواهم که زبان تو، دهان تو و صدای تو آن را با من مکرر کند. افسوس که سکوت تو مرا نیز اندک اندک از گفتن باز می‌دارد. درخت با بهار و ماهی با آب زنده است و من با حرفهای تو. من با طوفان زنده ام، طوفانی از نوازش‌ها و جمله‌ها.